خواستم از دانش، از علم که برخوردار هستم در این روزهای بسیار بسیار وزنین و مشکل برای شما مصلحت دادنی هستم و برای شما گوشزد کردنی هستم تا برادران عزیز در این روزها باید که ما چگونه باشیم، در این روزها باید که ما چی کارها را انجام دهیم. زین لحاظ بسیار از شما خواهش میکنم، به خدای مهربان قسم همه شما را ما دوست می‌داریم، همه شما برای ما و شما عزیز هستین. زین لحاظ هر چیزی که میگویم به خاطر خدا هست، هر چیزی که میگویم میخواهم که شما از او پیروی کنین تا از اجر، از پاداش شما بی‌نصیب نگردین. برادران عزیز و گرامی، امروز در روی عالم به همگان ما معلوم است که این دردی که آمد، این سختی که آمد، این بیماری که آمد، تمام دنیا را میبینیم که فقط و فقط برای برطرف کردن این و برای مردمشون نجات دادن همه راه ها را اندیشه کرده ایستادن، خراجات ها کرده ایستادن، زحمت ها کشیده ایستادن تا برادران عزیز و گرامی مردم به روزهای آسوده و نیک برسد. حتی شما اگر اخبارها را تماشا کنین، اینترنت ها را اگر داخل شوین، فقط و فقط گپ در گرد همین بیماری که امروز عالم فرا گرفته است فقط سخن از این می رود. دیگر تمام آن برنامه هایی که قبلا پیش از این بیماری بود بینه که دیگر چیزی از یگان دولت دنیا شنیده نمی شود. فقط و فقط ما در گرد این مصلحت ها می شنویم، ما در گرد این چاره هایی را که هر یک ملک کرده ایستادن اینها را می شنویم. ولی حقیقتا امروز هم هر کی در کدام ساحه‌ای که باشد برای دور کردن یا برای پیش راه این بیماری را گرفتن چاره ها می جویند، خراجات ها می کنند. من در اخبار دیدم که تا 7.5 میلیارد یورو مملکت ها جدا کردند تا برای این بیماری واکسین سازند، داروی سازند تا مردم از این درد نجات بیابند. بله ما هم الله را دعا میکنیم که خدای مهربان برای این برطرف کردن این درد، این مشکلاتی که امروز برادران ما رنج او را میکشند، خداوند برای این یک شفای را، برای این یک طبابت را تیزتر دریافت کنند و مردم از این مشکلات، از این درد خلاص کنند. برادران عزیز و گرامی، از آن جمله در تاجیکستان ما هم شکر الله مهربان میکنیم که امروز بیمارخانه هایی که داریم و بیمارهایی که داریم که بسیاری اونها برادران با طریق تلفن از داخل همون بیمارخانه ها و از نفرهایی که صحت یافتند با ما در تماس می شوند، از ما دعا طلب می کنند و ما از حال اونها می پرسیم، از نگاه و بین اونها می پرسیم. شکر خدا اونها شکرگزاری می کنند که شکر الله مهربان که با همون قدر امکان، با همون قدری که برای برطرف کردن این درد لازم است البته نگاه و بین دارند، زحمت طبیب ها را هم اونها پیش نظر میارند. از این لحاظ برادران عزیز بسیار خداوند سپاسگزاری میکنیم. اگر چنده که در برابر برطرف کردن این مشکلات تمام دولت های دنیا برادران عزیز اذیت میکشند، تمام دولت های دنیا حقیقتا این مشکلات احساس کردیستند که زیرا که به این وبا یا به این درد ملک ها، دولت ها برادران عزیز تیار نبودند یا آمادگی هم نداشتند یا هیچ کس
در نگاه و در نظرش این نبود که یک درد میاد که هر روز مقصد در بیمارخانه ها مقصد بیمار میارن و برای این قدر بیمار جای کردن، برای این قدر بیمار طبیب ها را آماده کردن، برای این تمام دنیا برادر عزیز تیاری و آمادگی نداشتن. از این لحاظ به هر حالم که باشد، ولی شکر خدای مهربان رو میکنیم که باز همون توصیه هاشون و همون دلالت هاشون هم هست، رقم هاشون هم هست که ما برای بیمار طبابت کردن چی ها کردن در کار است. خلاص برادران عزیز و گرامی، من سخنی را که یا مصلحتی را که دادنی هستم این است که ما الحمدلله در این تاجیکستان 99% مردم این تاجیکستان ما مسلمان هستند و ما الحمدلله رب العالمین آن چیزی را که خدای مهربان میگوید، آن چیزی را که پیامبر نازنین او میگوید، ما بر بالای چشم هامان قبول داریم. شما گوش اندازین برادران عزیز و گرامی که خدای مهربان در قرآن انیخترش در سوره حدید در آیت 22 میفرماید ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی الله یسیر. خداوند فرمود که هر یک مصیبتی که بر بالای شما می آید، خواه برادر عزیز قحطی می آید، خواه بیبارانی می آید، خواه تنگ دستی می آید، خواه مقصد بیماری می آید، خواه در روی زمین می آید، الله میگه خواه در جانهای شما می آید، همه اینها در کتابی که نام او لوح محفوظ هست اینها در کتاب ثبت شده. یعنی آن چیزی که می آید برادران عزیز و گرامی، ما یک چیز فراموش نکنیم که اون به اراده خدا نمی آید یا او به فرمایش الله هیچ وقت پایان نمی آید. زلیاز امروز این مشکلاتی را که یا این دردی را که گویم آمده است، این به اجازت خدا نمی شود، به اراده خدا نمی شود. زلیاز الله مهربان از این حال همه ما و شما آگاهی دارد. در این صورت برادران عزیز، وقتی که این درد از نزد خودش باشد، این سختی با اراده او باشد، ما باید در برابر این چی ها کردن من در کاره؟ ما در برابر این برادر عزیز یک چیزا صبر میگن، صبر میگن و شکرگزاری میگن. برادر عزیز و گرامی، کلمه صبر در قرآن 103 بار آمده است. 103 بار بینین واژه صبر در قرآن گوشزد شده است و بسیار گویم یک جای بهترین و خوبترینش برای ما این است که الله مهربان وقتی میگه ان الله مع الصابرین، من همراه کسانی هستم که اونها در این مصیبت و در این مشکلات صبر وقت انتخاب میکنن. الله رب در دیگر آیت چی میگه؟ ان الله یحب الصابرین. خدای مهربان میگه من صابرها را دوست میدارم. برادر عزیز و گرامی، خداوند در سوره در آیت دیگر میگه انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. کسانی که در هر سختی به سر اونها میارم، وقتی که صبر میکنن اجری به حساب میتون. یعنی وقتی این مشکلات برادرای عزیز و گرامی، خواهرها و مادرای عزیز، وقتی بالای ما که آمد، در عوض این باید که ما صبر داشته باشیم، ما باید طاقت داشته باشیم، ما باید در برابر این بیهودگویی نکنیم، ما در برابر این ناراضگی نکنیم، ما در برابر این بیفهمی نکنیم، ما در برابر این به هر یک آوازه و به هر یک سخنهای بیجا خواهرها و برادر عزیز داده نشویم. پیامبر گرامی میگه وقتی صحابه ها را دید، هم صحبت ها شدید، چی گفت؟
گفت کیف اصبحتم، چخیل گفت روزگذرانی هاتون چخیل است؟ گفتن اصبحنا مؤمنین بالله. گفتن حضرت الحمدلله از همین نعمتی دینداری و اسلامداری من الله را شکرگزاری میکنیم، مؤمن مسلمانیم. پیامبر گفت و ما علامت ایمانکم. گفت وقتی شما دعوای دین میکنین، دعوای اسلام میکنین، وقتی شما خداتون مقصد وقتی میپرسندتون شما مسلمانین، میگین الحمدلله مسلمانین. گفت آیا میتونین از ایمانداری هاتون نشانه هاش گویین؟ ایمانداری و اسلامداری گو نشانه داره. نشانه ایمانداری شما چه است؟ برادرای عزیز، اونا چی گفتن؟ گفتن نصبروا علی البلا، نشکروا علی الرخا، نرضا بالقضا. گفتن حضرت وقتی بالامون چی سختی بیاد صبر میکنیم. دو، هرگاهی که خدا یک شرایط خوب اگر فراهم آورد در او شکرگزاری میکنیم. و نرضا بالقضا، چیزی در تقدیر ما باشد در او راضی. پیامبر گرامی چی گفت؟ انتم مؤمنون حقا. گفت حقیقتا شما مؤمنهای کامل هستید. زین لحاظ خواهرها و مادرها، ما اگر از زمره مؤمنهای کامل شدنی اگر باشیم، ما باید در این لحظه گفتی پیامبر نازنین باید صبر داشته باشیم، باید شکرگزاری کنیم، باید به هر یک هنگامه ها هست اینجا در هر خیل آوازه های دروغ است. امروز میبینید چی سخنهای را بسیار برادرای عزیز به این چیزها داده نشوین. علال خصوص همین بسیارتر همین شبکه ها را میبینی، هر یک دروغ ها، هر یک مقصد سخنهای بی اساس در رسانه هاشون مثال گفته میگذارن که مردم ما بسیارش با اونها دادن خیالی اونها که همین رسانه ها همه شکل دیگه حقیقت دارن. نه برادرای عزیز، حقیقت فقط سخن الله است، حقیقت سخن پیغمبر نازنین است که ما مثال در اینها حقیقت در اینجا است. حقیقت از او شبکه ها و از او مقصد کانال ها و از او گفته هایی که مثال بسیارشون یقین است که اونها غرض دارند، اونها بدبین هستند. در این خیل حالت برادرای عزیز و گرامی انسان باید هنگامه نکند. انسان باید که هر یک گونه مقصد مردم در تهلکه و در ترس ناندازد. پیامبر گرامی وقتی بیمار خبرگیری میرفت میدانست که وی هلاک میشود، لیکن چی میگفت؟ میگو از خدا امید است که ان شاء الله تو شفا میابی. یعنی در این لحظه ها ما باید دلبرداری کنیم، در این لحظه ها باید در قوت یکدیگر بایستیم، در این لحظه ها دست یکدیگر را بگیریم. این روزها برادرای عزیز و گرامی همین روزها هست. در یک آوازه ها و در هر یک هنگامه ها ماها باید برادرای عزیز داده نشویم. من یک قصه میارم، بعدا خدا خواهد با همین سخن من انجام میتم. میگه قصه هست به نام حضرت موسی و کشاورز. میگه بار حضرت موسی به الله مهربان مراجعت کرد، خدایا داری بنده ای را که دوستش بداری، داری بنده ای را که در پیش تو محبوبیت داشته باشد. الله مهربان به حضرت موسی اشاره کرد که به فلان صحرا میروی، در اونجا یک کشاورزی است، انا همون کشاورز محبوب من است، انا همون کشاورز نفری است که من او را دوست میدارم. حضرت موسی میگه وقتی به اون وادی آمد، کشاورز دید بیل در دستش زمین میگرداند. بعدا همین زمان میگه حضرت جبرائیل نازل شد و گفت موسی انا همون بنده را که الله میگوید دوستش میدارم، محبوبیت دارد در پیش من، قیمت دارد، قدر دارد، انا همین بنده ای هست که امروز بیل در دستش زمین میگرداند و کشاورزی میکند، دهقانی میکند. حضرت موسی گفت این از کدام جهت این مرتبه و مقام و محبوبیت پیدا کرد؟ میگه جبرائیل گفت که الحال گفت یک دم صبر کن، حاضر الله مهربان بر بالاش یک آفت میارد. ببین که در برابر همون بلا این
بنده خدا چی عکس العمل نشان میدهد. یک زمانی میگه صبر کردن که این مردی که شاورد این مردی که بیل میزد بیلش در زمین ماند و در جاش نشست و در مناجات آمد. گفت خدایا تا امروز دو چشم بینام داده بودی و بیناگی من دوست می داشتم. امروز که اکی دو چشم نابینا کردی که دیگر من پیش من نمی بینم، یعنی در زمان خدا بیناییش گرفت. گفت دیگر چشمام نمی بینه، مادام بینایی من که دوست می داشتم همین نابینا شدن من دوست می دارم، زیرا که تو دوست داشتی که یک زمان بینا بودم امروز نابینا باشم، همین را دوست می دارم. حضرت موسی میگه نزدش آمد، فهمید که این بنده در مقام رضا ایستادگی. یعنی برادرها وقتی انسان در برابر مصیبتی که خداوند بالاش میاره وقتی رضاگیش اعلان میکند که خدایا تا دیروز صحت بودیم، سلامت بودیم، آسوده بودیم، امروز که همون صحتی رفت، امروز که همون آسودگی رفت، امروز که رنج آمد، در این شب خدای مهربان راضییم، چیزی که تو میخواهی ما در همون راضییم. این بنده هم همون سخنه گفت. این مقامی رضایت میگن. حضرت موسی گفت بنده خدا گفت من پیامبر هستم، من حضرت موسی هستم، اگر خواهی دعا میکنم، دعای پیامبرها اجابت میشوند. خداوند با همون بینایی که داشتی با برای تا عطاش کنه. میگه بنده گفت که حضرت موسی گفت آن چیزی را که خداوند برای من دوست داشت، آن چیزی را که خدای مهربان برای من عیب دید، من دوست نمیدارم آن چیزی را که خودم دوست بدارم. یعنی من رضا هستم در آن چیزی که الله من رضا هست. برادرای عزیز و گرامی، امروز هم عیناً ما در آن چیزی که الله مهربان رضا هست، در آن چیزی که خدای مهربان بر بالای ما که چگونه در آیت قرآن که آلی من زمین نآفریده، انسان نآفریده، مصیبت را نآفریده، الکی این روزها و این ساعتها را من در کتاب لوح محفوظ ثبت کرده بودم که این روزها را شما باید که ببینیم. الله که در این راضی باشد ما هم باید راضگی مانه تیم. برادران عزیز و خواهران مهربان، در اخیر از خدای مهربان خواهانیم هستم که خداوند ما و شما را صبر تید، خداوند ما و شما را از نعمت شکرگزاریش نصیب گرداند. شما میدانید که حضرت ایوب وقتی بیمار شد، ببین چقدر سالهای درازه بیمار شد. ولی من درباره صبر انشاءالله برای شما یک موضوع خاص میکنم که درباره این قصه هایی که حضرت یونس و حضرت ایوب و اینها چه رنج ها کشیدن. و در قرآن در سوره انبیا آیت 83 چی گفت؟ و ایوب اذ نادى ربه انی مسنی الضر و انت ارحم الراحمین. خدایا گفت در من مشکلات آمد، در من درد آمد. یعنی مشکلات حضرت ایوب، خانه ها رفتن، مبلغاش رفتن، فرزنداش رفتن، زنها رفتن، تن صحتش رفت، لیکن در این هنگامه ها و در این تهلکه نافتید، بلکه گفت تو ارحم الراحمین هستی، انشاءالله تو غم بنده را میخوری. خدای مهربان گفت مرا از این حالتت خلاص کرد. امروز وظیفه ما هم دعا کردن است، وظیفه ما هم از الله مهربان خواهش کردن است که خداوند ما را از این مشکلاتش رها تید. خدای مهربان همتون از بیماری نجات تید و خداوند شما را هیچ وقت بیمارم نکنه و علاوه جمعی برادران ما چی در درون و چی در خارج و در هر جایی که باشین، خدا همیشه در پناه رحمت عصمتش نگهبانتان باشد. و امروزها که روزی دستگیری هست، امروزها روزی دعای نیک هست. برادرای عزیز، از اینها ما و شما استفاده بریم، زیرا از خدا امید است که این روزها هم میگذرند، ولی کردارهای نیکی ما و شما، سخنهای نیکی ما و شما
انشاءالله باقی میماند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.